تا حالا فکر کردین که اگه گوشی دستمون نبود چی میشد؟ مثلا برمیگشتیم به 20-25 سال پیش، زمانی که گوشی هوشمند هنوز وجود نداشتن. ما میخوایم امروز همچین چالشی رو انجام بدیم و 24 ساعت بدون گوشی بمونیم. یعنی از گوشی کلا قرار نیست استفاده کنیم و قرار ببینیم فرقی میکنه زندگیمون یا نه، قشنگتر میشه، بدتر میشه، غیر ممکن میشه، ممکن میشه. بریم با همینو ببینیم. الان ساعت بله 11:53 است. دقت کنید و ما دقیقا تا 24 ساعت دیگه همین موقع گوشی دستمون نیست و الان گوشی میره تو کشو. خبر برخواه بگیرمش، بریم گوشی رو بزنیم تو کشو. آره خب بریم اولین کاری که باید کنیم اینه گوشیمون رو خاموش کنیم. میذارم که خاموش شه، پاور آف و خاموش. حال نشد بذاره رفت خاموش. بله گوشیمون خاموش شد. تا 24 ساعت که قرار نیست بهش دست بزنیم. حالا یه سوالی که پیش میاد اینه که برام گوشی تو بخوای بذاری تو کشو با چی میخوای؟ دوربین فیلم میگیرم که آره دوربینم حالا مثلا خونده نیست، یه دونه خیلی کوچولوئه که باهاش میتونیم ویدیو بگیریم. آره گوشی خاموش شد، ما میذاریمش اینجا و اینجا که نه الان میخوام بذارمش تو کشو و تا 24 ساعت بعدی با گوشیمون هیچ کاری نداریم. فکر کنم بذار ترسناک‌تر باشه. مثلا فکر کنم این لیستا وجود نداشته باشه، خیلی زندگی عجیب میشه، شاید خفن‌تر هم بشه. فردا میبینیم. الان ساعت 12 دیگه و الان خوابمون میاد پس باید بریم بخوابیم، ولی گوشی نیست که بریم این لیستا که چیزمون گرم شه. پس باید چیکار کنیم؟ کتاب بخونیم. ولی قبل از این باید اینو بذاریم تو کشو. بریم با همینو بذاریم تو کشو. خب گوشی رو گذاشتیم تو کشو و الان کاری که میخوایم کنیم، چون این لیستا نیست، باید بشینیم کتاب بخونیم. بله کتاب میخوام برم ولی استوری کردم و من الان دارم میخونم. استوریش کردم. اگه خواستیم میتونیم بریم تو پیج این لیستا میتونیم بریم ببینش. اگه میشه پیج این لیستا من حتما فالو کنید. یه سه چیز خفنشون میزنم. با این نوع که نمیشه کتاب خوند خیلی راحت، پس باید نور یه ذره کمتر کنیم. پس اینجاست که ریسمون میاد دست و بعد با نور ریسمون زندگی کنیم. تو ریسمون روشن شد، چراغا رو خاموش میکنیم و نور ریسه رو تنظیم میکنیم. بله تنظیم شد. خب بریم یه ذره کتاب بخونیم دیگه. شبتون بخیر. فردا صبح میبینم. بای سلام، صبحتون بخیر. الان ساعت 9 تقریبا و ما بیدار شدیم بالاخره. یه ذره دیر پا شدیم. شاید یه ذره خوابم راحت تر بود ولی به زور خوابیدم. کلا خواب بدون گوشی خفن تره، راحت تره. بالاخره تونستم بعد مدت ها خواب ببینم. یعنی من مدت ها بود که خواب نمیدیدم، الان ولی بالاخره خواب دیدم دیشب و آره. خب پاشیم الان زندگیمون رو کنیم، صبحونه بخوریم. ولی قبل از صبحونه میدونیم نوبت چیه؟ بله اول با صورتمون بشوریم، یه شوینده بهش بزنیم که خوب شه، بهتر شه ذره و اینکه بریم بسته‌کاری رو بخوریم و بعد صبحونه و بعد بریم بیرون دوباره بیایم یک کار خفنی بکنیم. با من همراه باشید. این حال من این روزه و این قصه جان سوزه و آمد باده بهار سرمست و بیقرار رقص آنگیسوی پریشانت کو گویی از لطافت آزرده شانت
سرمست و بیقرار رقص آن گیسوی پریشانت کو بویی از لطافت آزرد شانت در زیر بار گیسو خب بچه الان صبحونمون رو خوردیم و کم کم الان میخوایم حاضر شیم بریم پارک یه ذره پیاده روی کنیم و همراه من باشید. بریم پارک. به من بخند عزیزم کنارم به ما بذار به هم بخندی به سر تا پا اگه نمیشه باشم یه همدم برات به هم بخند تا بشم یه شوخی سر راه از من رد شی رقصان خب بچه ها از خونه در اومدیم بالاخره هم ساعت 12 و الان اومدیم پارک یه ذره قدم بزنیم سر پیاده روی و اینا. هوا هم خیلی خنک و خفنه. آره بچه ها ما قبل از اینکه بیایم پارک رفتیم کتابای مدرسه رو گرفتیم. بله چیزی تا پایان تابستون نمونده. بله خیلی ناراحتیم ما. آره رفتیم کتابی مدرسه رو گرفتیم رسیدیم خونه بعد از ظهر اونا رو قراره ببینیم یه نیمچه نگاهی بندازیم ببینیم مثلا اوضاع چیه. آره الان گوشی هم که پیشمون نیست اومدیم یه ذره بچرخیم تو پارک تا ساعت 1 اینا 1 بریم خونه و آره بریم خونه و ادامه این کارمون رو کنیم. خیلی پارک با صفایی اینجا. بذاریم یه ذره از ویوی خودم نبینیم یه ذره از ویوی مستقیم ببینیم. ویو پارکینه خیلی پارک باحالیه اینجا به این شکل. آره و داریم میریم همینطوری ما یواش یواش. دوربین منم که امروز صبح که ازش ویدیو گرفتم تا بیام بیرون زدمش شارژ یه ذره خیلی زود باتری خالی میکنه. فیلم که میگیری باش خیلی زود باتری خالی میکنه. و آره بچه ها یه سری ایده ها دارم واسه بعد از ظهرمون. موافقین که بریم با هم مثلا آنلاین شاپ هم میذاره شم بسازیم. آره میخوام مثلا آنلاین شاپ هم برم شم بسازم و بذاریم پست کنمشون براتون برین نگاه بندازین اگه خوشتون من خرید کنین. بالاخره دارم آنلاین شاپ هم راه میندازم که بتونین توش خرید کنین. شمای خیلی باحالیه. میخوام بهتون نشون بدم که شوی اسرارمو که توش چطوری شم میسازم شمامو بسازم و بهتون نشونش بدم. آره خب من یه ذره دیگه اینجا هم میچرخم. یه سری عکس هم هست گربه رو رفت تو چاه. آره گربه رفت تو این از تو این رد شد. کجا ترن گربه؟ گربه اونجا رفت اونجا. آره خلاصه آره بریم خونه الان که نه یه ذره من پیاده روی میکنم اینجاها و منتظرتون هستم. فعلا خداحافظ. خب از پارک اومدیم الان ساعت 2:30 و من سر راه رفتم کتاب 8م رو گرفتم کتاب مدرسه هم پای 8م و الان میخوایم اینا رو با هم یه نگاه بندازیم ببینیم مثلا اوضاعشون چیه خوبه بده چیه اوضاع. و از کتاب شیرین عربیشون حالا کنایه میزنم شیرین نیست یه ترسناکه بیشتر ولی آره جمله های 7م داره میگه ادب انسان بهتر از طلایش است. آره این جمله اینجا نوشته. این کاره عربی حل
نگارش رو من دوست دارم. توش میتونیم یه سری انشاء می نویسیم که انشاء جالبیه. این من نگارش رو دوست دارم. نگارش هم ترش خیلی فرق نکرده سال قبل. ناش بذار بهتون نشون بدم. نه نمیخوام نشون بدم. آره نگارش انسان این سال. مطالعات اجتماعی هم در سختیه ولی میپذیریمش ما. میپذیریمش خیلی سخت نیست. اوکی اوضاعش خوبه. اینم از مطالعات اجتماعی هست. پراسپکت آب رفته. این سایز گنده بودن شده کوچیک متاسفانه. آره سایز کوچیک بود بزرگ بودن شده کوچیک. پراسپکت هم خیلی کار نداشت. خب کتابای بعدی این برای فرهنگ و هنره که ما اصلا تو مدرسه کاری نداریم باش. نه فرهنگ و هنر. کتاب بعدی کار و فناوری که ایناش اینجاست. و آره ناش کار و فناوری هم اینجاست. پیام‌های آسمان اینه. آره پیام‌های آسمان. کتاب بعدی میشه فارسی که اوکی فارسی هم اوکیه. نماش فارسی. و این آموزش قرآن که باش کاری نداریم باز. این رو باید یاد بگیریم. ورکبوک زبان این که باز اینم هم رفته. خب بریم سراغ سه تا کتاب آخر که من هنوز نفهمیدم چرا این هستن. علوم تجربی که آب رفته باز. آره علوم تجربی آب رفته. کوچیک بود بزرگ بود الان شده سایز کوچیک. تفکر و سبک زندگی هم کوچیک شده الان میپذیریم. عجیبه دو تا تفکر و سبک زندگی داریم. یه دونه مجله تفکر و سبک زندگی ناش. یه دونه ویژه این واسه پسراست این مخصوص دختر و پسراست داره ناش. خب این دوتا هم دیگه باشون ما کاری نداریم. میرسیم به کتاب اصلی ریاضی. این هم کوچیک شده حداقل اینو گنده میکردیم میتونیم توش درس بخونیم. آره تو گنده بخونم آره این هم کتاب. خب هشتم اینه. هشتم قرار اینا رو یاد بگیریم. بله خب اوکی هشتم اینا رو قرار یاد بگیریم. آره کم مونده تا مهر شروع شه. اوکی این هم از کتابمون. بله الان میخوایم سیستم یه کاری کنیم. ما این کتابو بذارم بالا. بله خب صبر کنیم من این کتابا رو بذارم بالا. خب الان ساعت 4:20 است. ما نقاشیمون رو کشیدیم. حالا شاید تو مراحل ذره عادی باشه داشتم ترشون کشیدم ولی شد این. آره نهارم خوردم بعد از یه ذره مونده بود و شد این دیگه. الان همچین چیزیه همچین نقاشیه. بله آره همچین چیزیه و الان کارمون تقریبا حله. الان چند ساعت و نیم مونده؟ 7 ساعت و نیم دیگه. آره 7 ساعت و نیم دیگه میتونیم گوشی رو دوباره دستمون بگیریم و تو این 7 ساعت و نیم باید چه کارایی رو بکنیم. خب من تو دفتر ژورنالم نوشتم اینا رو. ببینیم چه کارایی رو باید بکنیم. اوکی پیاده روی که رفتیم نقاشیمون رو کردیم. الان یه ذره گیتار تمرین کنیم بخوابیم و ساعت 12 کتاب بخونیم اگه شد و پایان چالش. آره برنامه رو داریم و بعد بریم نوشته. ولی قبل از اینکه بریم گیتار تمرین کنیم حالا من دلم میخواد یه طرح دیگه هم بکشم. پس بریم میز رو تمیز کنیم. خب بچه‌ها شوک نشین. آره باتری دوربینم که تموم نشد. اگه تموم شد الان چیز نمیشد. حافظه دوربینم پر شد. آره پر شد. یه لحظه من مجبور شدم این کامپیوتر روشن کنم اینو دوربینو خالی کنم. ببخشید. داره خلاصه مدادامو جمع کردم. نقاشیمم که کشیدم یه بار دیگه حالا بهتون نشون میدم. نمیدونم افتاده یا نه. نقاشی که کشیدم هم اینه. آره
خلاص خب الان میخوایم بریم یه کارای خفن کنیم. اون چیه؟ اینی که الان میخوایم بریم بذاره شم بسازیم. بله همونطور که میدونیم من یه آنلاین شاپ دارم، یه آنلاین شاپ خیلی عادی که توش قراره شم بسازیم. ولی اول بریم کشوهایی که من شمامو توش نگه میدارم و نگاه کنیم وسایل شم سازیم. بریم میگن یکی دیگه بالا پشت بومه، میگن یکی نشسته پشت در داره روزنامه میخونه، میگه همیشه اونی که پشت زده مقصره، اونی که بی هوای و موج زده مقصره، میگن اونی که زیادی حرف زده مقصره، اونی که پای کاغذ و انگشت زده. خب الان صدای من نیست، تصویرم نیست، ببخشید دارم میشه شم بسازم و این که این ورقا رو الان میخوایم تبدیل شم کنیم و بریم اینا رو تبدیل کنیم دیگه. من یه چند شم میسازم و با اینا به شما حالا یه اسلو میکنم، اسلو موشن کنم و شما اینو ببینید. اوکی من برم این رو بسازم. مقصره اونی که مونده و در نرفته، اونی که شاکی و سر نرفته، اونی که شکایتشو پس گرفته مقصره. خب بچه من این دوتا رو ساختم، دوتا خیلی قشنگه. حالا تو آن شاپ هم میذارم بهتون به زودی خواستین این دوتا رو بخرین. من ساختمش برها. آره دوتا رو میذاریم فعلا اینجا. فعلا دوتا شم ساختیم بس دیگه، این دوتا فعلا کافیه. بریم یه ذره گیتار تمرین کنیم. گیتار من فردا کلاس گیتار دارم و باید بشیم تمرین کنیم. آره بشینیم یه ذره تمرین کنم. آره من برم گیتارمو بیارم تمرین کنیم. خب الان ساعت 8 میخوایم یه ذره گیتار بزنیم. اوکی بریم. قطعه قل و قلدون منو بزنیم. خب الان دقیقا ساعت شد 11:53 و دقیقا شد 24 ساعت هست زمانی که ما گوشی دستمون نبود. آره الان 24 ساعت گوشی دست من نبود. یه ذره ترسناک بود این آخرا، به خصوص خیلی چیز بودم. الان والا شاید باید نشه خوابم برده بود. یهو بیدار شدم ساعت 11:52 زود پا شدم دوربینو کاشتم و الان دارم ویدیو میگیرم. آره خب چالش خفنی بود، پیشنهاد میدم امتحان کنید، ولی
خیلی هم کار زیادی کردیم امروز، خفن بود کاری که کردیم. ولی نمیدونم این که یه ذره مثلا یه روز اینستا نبینیم خیلی عجیبه. حالا من واچ تایمم صفره، دقیقا واچ تایمم صفره تو این دیگه. مثلا همیشه واچ تایمم 3-4 ساعت بود، الان صفره و بین اون نموداره که همیشه بالا یه دونه اومده پایین. آره خیلی خوابم میاد، من الان میخوام. بای بای.